بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خدمت همه شما عزیزان هر جای دنیا که هستید عرض سلام و خسته نباشید دارم. واسه همتون هم آرزوی موفقیت و شادکامی و پیروزی. انسان موجودی که خداوند متعال آفرید برای سعادت، برای زندگی پرشور و نشاط، برای کار و عمل و در عین حال برای دعوت به سوی رستگاری، دعوت به سوی آزادی انسان از غل و زنجیر شهوت و از پستی ها و پلیدی هایی که شیطان و دنیا بر اون میخوان چیره کنند. انسانی که خداوند اون رو آفرید تا مقام خلیفت اللهی رو در دنیا داشته باشه. این انسان، این مخلوق ویژه الهی، این انسانی که خداوند به او اختیار داد، به او انسانیت و مقام و ویژه‌ای داد، این انسان باید خدایش رو اول بشناسه. شمایی که میخواهید مردم رو دعوت کنید به سوی خوشبختی، به سوی سعادت، به سوی خدا، نیاز داریم که چی داشته باشیم؟ اول فهم و درک دقیق و عمیقی داشته باشیم از دین خودمون. واسه همینی که خداوند میفرمایند که فعلم انه لا اله الا الله، بدون که هیچ خدایی نیست مگر خدای یکتا. و وقتی که هم قرآن اومد با چی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان. پس خواندن، تلاش کردن برای یافتن حقیقت یک وظیفه است، وظیفه‌ای که عقل به انسان املا میکنه که ای انسان خودت رو اول بشناس. فهم دقیق وقتی باشه انسان میدونه که به چه راهی میره، به کجا میخواد برسه. در سایه فهم دقیق انسان خدایش رو میشناسه و اونجاست که با شناخت خداش میتونه انسانیت رو به سوی خداش دعوت کنه. شما میایید مردم رو میگید که ای مردم بیایید به طرف خدا. وقتی مردم از شما بپرسن که خب اون طرف خدا چیه، راه خدا چیه، باید اون رو خوب دقیق بدونید. تا خودت ندونی، تا خودت اون هضمش نکنی، نمیتونی بر اون پایدار باشی. ببینید در سختی ها و در مشقت ها صحابه و پیامبران چطور ثابت قدم موندند؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه سختی ها که نکشید. این همه زندگی سختی و زندگی پرمشقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، با همه این سختی ها پیامبر بود و ثبات و استقامت. با همه این سختی ها صحابه بودند با ثبات و استقامت. واسه چی؟ واسه اینکه دینشون رو هضم کرده بودند، درکشون به علو خودش رسیده بود. وقتی میگفتن که آقا دست از این دینت بردار، ما هر چه دلت بخواد به شما میدیم. میگفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمودند که اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من بگذارید که یک قدم من عقب نشینی کنم، هرگز. این به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه خودش رو فهمیده بود، راه و رسم و روالش رو فهمیده بود. و دعوتگران دین حق هم همینطوری هستند، همیشه ثابت قدمند. بعد از فهم و درک نقش ایمان عمیقه، ایمانی که باعث میشه که یحبهم و یحبونه.
اون باعث میشه که خداوند اون مؤمنان رو دوست داشته باشه و مؤمنان خدایشون رو دوست داشته باشند. به اون درجه ای میاد میرسه که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از صحابه پیامبر راضی شد. واسه چی؟ واسه ایمان عمیقشون و اونها هم از خدایشون راضی با اون نعمتهایی که خداوند در دنیا و آخرت به اونها داده و میده. بله، این ایمان عمیقه و این ایمان راستینه که انسان رو اون نمونه و الگو قرار میده. در ساره این ایمانه که خداوند مؤمنان رو دوست داره، مؤمنان یکدیگر رو دوست دارند. رحماء بینهم، وصف صحابه در کتاب‌های قدیم رحماء بینهم بود که همدیگر رو دوست دارند. مؤمنان همدیگر رو دوست خواهند داشت در سایه این ایمان بزرگ و ایمان عمیق. خب این نیازهای یک دعوتگره. در سایه اینه که ما میفهمیم که خیلی چیزهایی که جامعه به خورد ما داده، میراث جامعه بسیار اشتباه است. باید خودمون رو تغییر بدیم. این قدرت تغییر پذیری، این قدرت وقتی که حق و دیدی حق و چاپیدن و قبولش کردن، این قدرتی که نگیم پدرها و مادرای ما اینجور نبودن ما نمیتونیم تغییر بدیم، این چطور در انسان به وجود میاد؟ باید خودش رو درک کنه، انسانیت خودش رو ارزش براش قابل بشه. الان ما میخوایم امروز برای شما یک قصه زیبایی بگیم، قصه یک مرد خدا، شهید بزرگواری که تونست در آمریکا یک حرکت اصلاح گرایانه به اصطلاح به وجود بیاره. مردی که از شرابخوری و از فساد و از دزدی و از راهزنی و از همه اینها خودش رو برید و شد یک انسان نمونه. مردی که به دست او هزاران هزار نفر آمریکایی به اسلام گرویدند. این شخصیت نمونه رو ما میخوایم واسه شما مطرحش کنیم، گوشه از زندگیشو بگیم تا به خودمون بگیم که ای مرد، تو هم میتونی بتونی خودتو اول عوض کنی، خودت رو تغییر بدی و در پی تغییر جامعه و دیگران باشی. بعد از این میان مردنامه انشالله با این شخصیت بزرگ، شهید بزرگ اسلام در آمریکا آشنا میشیم. با ما همراه باشید. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ با عرض سلام مجدد، میخواییم امروز از سیاه پوست خشمگین حرف بزنیم، از مردی که به طرف نجات پرستی دعوت میکرد و به طرف خشونت، بشکن، بکش، نابود کن این سفید پوستا رو که پوست از جونمون کندند، به ما ظلم کردند و ما رو به بردگی کشیدند. بله، از شهید مالکوم ایکس. مالکوم ایکس اون شخصیتی بود که یه پسر بچه‌ای در خونه واده فقیر، پدرش کشیشی بود. مالکوم ایکس با چشمای خودش دید، 4 ساله بود که اومدن سفید پوستا خونه‌شون رو آتیش زدن. 6 سال بیشتر نداشت که سایه پدر کشیش، پدری که در راه رسیدن به حقوق سیاه پوستان مبارزه می کرد، اونم توسط سفید پوستان به طریقه وحشتناکی اول ربوده شد و بعد کشته شد. 2 سال بعد جسد شد تو زیر ریل آهن انداختند. یک به حالت بسیار بسیار وحشتناکی ایشون رو کشته بودند. بعد از اون سفید پوستا اومدن خواستن که به اینا خوبی کنن. خوبیشون چی بود؟ بله، خوبی آمریکایی و اون روحیه
به اصطلاح انسانی که از پوست انسانیت خودش بیرون میپره و به حیوانیت میرسه. اون تصویر گویای قرآن کریم که اولئک کالانعام، اونهایی که مثل حیوانها هستند، بل هم اضل، بلکه از حیوانها هم پستر و پلیدتر و وحشی‌تر میشن. بله، اونها اومدن این خانواده رو تکه پاره کردند. مادر سالهای بدبختی و فقر رو وقتی تحمل کرد، پدر رو به اون کشتن به اصطلاح پدر رو شاهد بود، تقریبا روانی شد، یا حداقل سفیدپوستا ادعا کردند که روانی است و فرستادنش به تیمارستان. بچه‌های خانواده رو هم همه خواهر برادرها رو گرفتن، ترک پرکه کردند. 8 خواهر برادر رو تقسیمشون کردند به بردگی، هر یکی رو توی خانواده‌ای فرستادن برای بردگی. مالکوم ایکس هم یکی از اون برده‌های کوچیک، اما خب در پی این بود که خودش رو یه طوری بسازه. در درس و مشقش خیلی کوچا بود و میخواست که وکیل بشه، اما معلماش تو سری بهش میزدن که آی کاکسیا میخوای چیکار بشی؟ وکیلی به تو نیومده، وکیلی مال سیاها نیست. برو تو میخوای زیاد کسی بشی واسه خودت، برو نجاری بخون تا نجار بشی. شاگرد نمونه به این صورت بهش سرکوف میزدن، کاکسیا، مادر سیا و نمیدن پدر سیا بهش میگفتن و تحقیرش میکردن. اما مالکوم ایکس خوب با دقت و با شهامت و با پشتکار به پیش میرفت. اما خب تا اینکه از رفت به طرف فساد و شروع کرد. خب میخواد چیکار کنه؟ رفت کفشای مردم رو دو رقاصخونه ها کفشا رو تمیز میکرد. بعد از مدتی خب رقص هم یاد گرفت و رقاصی رو هم شروع کرد. با جوونا بلند میشد میرفت دزدی، راهزنی، ماشین میدزدیدن، خونه میچاپیدن و از این کارا. بعد خورد راهش دید که نه بابا بریم به طرف تجارت مخدرات، رفت به طرف مخدرات و هیروین و شراب فروشی و شراب خوری و هر چه پلیدی هست بهش دست زد، تا اینکه به دست پلیس دستگیر شد. یه جایی ساعتی دزدی بود رفت بفروشه، پلیس اونو دستگیرش کرد، بردنش انداختنش زندان. 10 سال زندانی خورد. تو زندان سالها مون، در همون زندان هم شروع کرد به مطالعه و به تحقیق و اینا. اما خب میخواد چیکاره بشه؟ یه سیاه‌پوستی که جامعه، محیط، زندانبان همش بهش توسری میزنن و غیر از شکنجه هیچی نصیبش نمیشه. در این اثنایی که ایشون در زندان بودند، خواهر برادراش در خارج از زندان با یک گروهی که در به اصطلاح ادعای اسلام میکرد و خودش رو امت اسلام نامیده بود آشنا شده بودند. امت اسلام یک گروهکی بود که به اصطلاح برای سیاه‌پوستا یک اسلام مزور و دروغین رو درست کرده بود. رئیس این گروه بود محمد علیجا. این علیجا محمد چیکار کرده بود؟ تصویر کرده بود برای این سیاه‌پوستای بیچاره مظلومی که زیر بار هستند که شما نیاز دارید که مسلمون بشید و اسلام دین سیاه‌پوستاست. اسلام دینیه که میگه که فرشته ها سیاهن و شیطان سفیده. اسلام به شما یاد میده که بیایید به سفیدپوستا رو بکشید و حقتون رو از حلقومشون به در بیاد. یک نوع نژاد پرستی، رد فعلی بر اون نژاد پرستی سفیدپوستان، و این رو به اسم اسلام به خورد مردم میداد و خیلی بعضی از اخلاق اسلامی رو فقط گرفته بود و یک اسلام ساختگی. چون این اسلام هایی ما زیاد داریم. خب این طبیعت یک دین بزرگی مثل اسلامه که مثل اقیانوس در اطرافش یه جایی میبینی 1%، 5%، 8% از به اصطلاح افرادی که گمراه میشن در اطراف اقیانوس بزرگ پهناور به اصطلاح دیده میشن. چیز طبیعی است. اینها برای برادرشون تو زندان نوشتن که برادر ما همچین دینی رو چیز کردیم، این دین سیاه‌پوستاست و فلان. بعد در اولش مالکوم ایکس خیلی عصبانی شد روشون، بعد کم کم به طرف اونا تمایل پیدا کرد، مطالعه میکرد. در زندانش رو منتقل کردن به یک زندانی در یک روستایی، خیلی زندان جالبی بود، در اونجا شکنجه کمتر بود و یک کتابخانه‌ای داشت، بیش از 10,000 کتاب داشت و مالکوم ایکس روزانه نشسته بود روی این کتابا و احیانا تا 15 ساعت روزانه مطالعه میکرد. در هر زمینه‌های مطالعه میکرد و کتاب‌هایی که بود، کتاب‌های به اصطلاح روشنفکران مختلف در زمینه‌های مختلف رو مطالعه میکرد.
ایشون در همون زندان با امت الاسلام همگام شدند و شدن دعوتگر اول اونها در زندان. در این محیط زندان یک انقلابی به پا کرد و این باعث شد که زندانی‌ها به اصطلاح حکومت این رو از زندان بیرونش کنند. 10 سال زندانی خورده بود، 7 سالش که تموم شد گفتن آقا برو اینجا زندان واسه ما خرابش نکن و بدین صورت ایشون از زندان بیرون شدند و رفتن پیش همین علی جان محمد و خودشون رو به اصطلاح اونجا ثابت کردند که مرد میدونن و دعوتگر بسیار بسیار خوبی بود. شما خودتون تصور کنید که در طی 10-11 سال ایشون در دعوت بودند، جمعیت این جنبشی که به اصطلاح خودش رو امت اسلام نام میگذاشت از 500 نفر رسید به 30,000 نفر و این از به اصطلاح ثمره دعوت و از ثمره شیوایی سخنرانی و قدرتی بود که مالکوم ایکس داشت. مالکوم ایکس در زندان خیلی چیزها یاد گرفت. در زندان بعضی کشیشا بودن با اونها مناقشه میکرد. خب این مناظرات و اینا باعث شد که قدرت مناظره و جدلش خیلی بالا بشه و بدونه که چطور با مردم حرف بزنه. فرصتی واسش پیش اومد، به بعضی از کشورهای خارجی من جمله ایران و مصر و اینها سفری داشت، یه مقداری ذهنش بازتر شد، اما هنوز همون عقلیت نژاد پرستی رو داشت و شروع کرد بعد از مدتی رسانه‌های آمریکا بهش اهتمام میدن و شروع کرد در رسانه‌ها ظاهر شدن و از اون وقت بود که به اصطلاح ادعا میکرد که این خشمی که در به اصطلاح سیاه‌پوستا بیدار شده، این خشم رد فعلی است بر خشم و کراهتی که سفیدپوستا درست کردن و از اون وقت در اعلام شروع شد رابطهش کم کم با وقتی که شخصیت اول شد و دعوتگر بزرگ علی جان محمد بهش حسادت ورزید. علی جان محمد هم یک انسان تقریبا منحرفی بود، در اطراف شایعات بسیاری بود که به اصطلاح با منشی‌هاش به اصطلاح رابطه داره، 8 تا از منشی‌ها رو به اصطلاح تجاوز جنسی بهشون کرده بود. به هر حال یک انسان ناموزونی بود. مالکوم ایکس همه اینها رو میشنید اما نمیخواست باور کنه و در راه خودش بود، تا اینکه کتابی در مورد حج و عبادت حج خوند. گفت حالا که من مسلمونم برم حج رو هم ببینم. خداوند این فرصتش را داد، ایشون این فرصتی داشت تا بره به حج. در حج که رفت کلاً دگرگون شد. عجایب اسلام رو در اونجا دید. در اونجا دید که سیاه و سفید در کنار هم لباس همانند هم پوشیدن، مثل هم برادروار و به اصطلاح با برابری کامل در کنار هم به هم لبخند میزنن، دست در دست هم دارن عبادت خدا رو میکنن. این چه دینیه؟ این چیه؟ تازه میفهمید که اسلامی که به ایشون داده بودن یک اسلام من درآوردی است. بله، اسلامی که خیلی وقتها جامعه به ما میده یک اسلام ساختگی است. خیلی از ما تو اسلاممون مشکل داریم، نیازه که بریم خودمون رو بشناسیم و بهترین جا هم حج است. من چند وقت پیش یک آخوندی رو میدیدم که میگفت مینالید که ما 200 نفر فرستادیم برای حج و نمیدونم 30 نفرشون رفتند و گمراه شدند و وهابی شدند. این عقل پوسیده رو باید تغییرش داد. آقا بیا اسلام رو بفهم، از قرآن بفهمش، از حج معیاری است و میدانی است که شما میدونید که چند مرده حلاجید. کجای اسلام رو دارید شما؟ در حج که رفتی چشاتو باز کن، ای مؤمن چشاتو باز کن، هر جا هستی قرآن رو بخون. در حج که رفتی خودتو، قرآن تو، دین تو، امت رو تو بشناس. مالکوم ایکس در حج شناخت که اون دینی که داره دین الکی است. در حج نماز خوندن رو یاد گرفت، در حج عبادت رو یاد گرفت و معنای برابری و مساوات و برادری رو در حج یاد گرفت و اینچنین بود که مالکوم ایکس فهمید که راهی که میرفت راه اشتباه بود و به چاه منتهی میشد و باید برگرده. اونجا بود که دین خودش رو به اصطلاح فهمید و از حج که برگشت و میگفت که من در اشتباهش رو فهمید و از اشتباهش برگشت. این یکی از ویژگی ها و کلیدهای موفقیت مالکوم ایکسه. از تجرباتی که به دست می آورد استفاده می کرد و بعد از اینکه از حج برگشت میگفت تنها دینی که میتونه نژاد پرستی رو در دنیا از بین ببره اسلامه. تنها دینی که میتونه آمریکا رو به سعادت برسونه اسلامه.
وقتی که با این روحیه جدید اومد و یک جماعت دیگه‌ای تأسیس کرد، خب علی محمد دیگه دیوونه شده بود. وقتی این حرفا رو میشنید که این داره اصلا گروهش رو تکه پاره میکنه، اینجا بود که ایشون استعفا دادن و یک جماعت دیگه‌ای به نام جماعت اهل سنت در آمریکا پدید آوردند و تأسیس کردند که این جماعت در واقع بیانگر روح جدید و روح درست اسلام بود، اسلامی که تازه مالکوم ایکس به اصطلاح آموخت. در همون سفری که رفته بود با پادشاه عربستان اون زمان ملک فیصل دیداری داشت. در اون دیدار ملک فیصل بهش گفت که بابا شما در چه کار دارید میکنید؟ این امت اسلامی که شما درست کردید همش با اسلام در تضاده. مالکوم ایکس اینها رو همه رو درک کرد و از سر نو اسلام آورد و اومد بازگشت تا بیزاری خودش رو از اون افکار و اندیش‌هایی که جامعه قدیم به اون تزریق کرده بود اعلام کنه. این دین جدید رو درک کرد، دینی که در اون نژاد پرستی نیست، دینی که رنگ رو به اصطلاح به رنگ‌ها احترام نداره و رنگ‌ها رو نمیشناسه، دینی که کشورها و مرزها رو نمیشناسه، دینی که همه رو میگه که شما همه بچه‌های آدمید و آدم از خاک. و بدین صورت مالکوم ایکس نشون داد که یک مرد مؤمن با تهدیدهای بسیاری از طرف جماعت امت اسلام به ایشون شد، فهمیدن که این داره کاسه کوزه ما رو خراب میکنه، اما ایشون مرد میدان بود و ثابت قدم موند. بارها بهش تهدید کردن، خونش رو آتیش زدن، خداوند نجاتش داد، بعد تهدیدش کردن به مرگ و به اصطلاح ترور و بالاخره این کار زشتشون رو کردن. همیشه عقلهای تنگ، عقلهای خودپرست، عقلهای اینا در پی اغتیالها و در پی ترورها هستند. قصه ترور تنها در نظامهای دیکتاتوری و در عقلهای تنگ و بسته نمایانه. و مالکوم ایکس در یکی از سخنرانی‌هاش که به اسلام مبین، به اسلام ناب محمدی دعوت می‌کرد، 16 گلوله در جسمش خالی کردند و جان به جان آفرین تسلیم کرد. حتما یه سری به اصطلاح به عکسایی که در اینترنت هست از ایشون ببینید که در هنگام نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون میرد تبسم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. ایشون تبسم و از سبابه شهادتشون، انگشتشون به علامت شهادت بالا، جان به جان آفرین تسلیم گفتن تا به ما یاد بدن که میتونیم خودمون رو عوض کنیم و در راه حق مرد حق باشیم و مرد خیر. تا دیداری دیگه و قصه دیگه و اندرزهای دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و برایتون التماس دعا دارم.